سامه 15 فوریه سال روان در محله ناصر اسلامی جماعت سامانشهر خروغ سرما فرامد وابسته به وضع عمل آمده دیروز اساسدار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در رابطه با آفت طبیعی از جمله فرامدن سرما در شهر خروغ ولایت باعث تلفات جانی و اثرات مالی گردید و پیوندان و نزدیکان شخصان هلاک شده اظهار احساس تسلیت کردند. با سپارش به واسطه پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان از سوی شخصان مسئول حکومت جمهوری تاجیکستان کمیسیون دولتی اوید به برطرف کردن عاقبت‌های آفت طبیعی تأسیس داده شد. در اساس دستور پیشوای ملت محترم امام علی رحمان اعضای کمیسیون دولتی وظیفه داشتند که در ملت کریتیک‌ترین عاقبت‌های آفت طبیعی را برطرف کردن و عائله‌های ضرر دیده کمک مالی حکومت جمهوری تاجیکستان از قبیل مواد خوراک، سر و لباس گرم و دیگر اشیاء ضروری روزگار دسترس نمایند. تاکید باید کرد که رفع برطرف شوی عاقبت‌های آفت طبیعی تحت نظارت به‌واسطه پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان قرار دارد. آن کارهای برطرف کنی از طرف ساختارهای قدرتی رضاکاران و مسئولان ادامه دارد. وابسته از بارشات بی‌حس برف و باران کاری راهسازان و نفرانی که در برطرف کنی عاقبت‌های آفت طبیعی مسئولان جریان دارد. آن وضع چگونه است؟ در این باره سردار بخش کار با جامعه رئیس کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردنی در ولایت مایور خورشید بیک میگوید برای این آفت طبیعی 39 خانه که از آنها 4 خانه پوره و 35 خانه قسماً ضرر دیدند و همزمان 5 انشاءات اقتصادی نیز برای آفت طبیعی ضرر دید. بارشات باعث برف و باران با آن آمده رسانید که برای ترمافروی در محله نیک‌کریده با کوشش و فعالیت ساختارهای در ولایت مختار کوهستان بدخشان فعالیت داشته رضاکاران و اهالی محلی 25 نفر شهروندان از زیر طمع برآورده شدند که متاسفانه 13 نفر آنها به هلاکت رسیده، 12 نفر با جراحی‌های جسمانی در بیمارخانه مرکزی مستری کرده شدند. خوشبختانه دیروز با کوشش مسکونان و عموما برقچیان خط انتقال قوه برق تعمیر گردیده ساکنان با نیروی برق تامین گردیدند و از این نفرانی که جراحت برداشتند به بیمارستان انتقال داده شدند و رهبریت ولایت از وضع سلامتی آنها دیدن به عمل آورد. عموما دوام هفته روان بارشات باعث برف و باران باعث فرآمدن سرماهای زیاد گردید و الان راهها در تمام سمت‌های میکروس ولایت مختار کوهستانی بدخشان و مرکز جمهوری نیز موقتا بسته گردیدند. در این باره مسعود خورشید بیگ میگوید برای فرمودن سرماها راه به همه سمت‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان از شهر دوشنبه تا مرکز معمولی ولایت مختار کوهستان بدخشان شهر خروغ و ناحیه مرغاب اینچنین ناحیه اشکوشی و ناحیه رودخانه این حال محکم میباشد. با فعالیت به‌واسطه مؤسسه دولتی اداره خودجوی راهی اتومبیل ولایت و مؤسسه دولتی نگهداری راهی اتومبیل در شهر ناحیه‌ها این حال کارهای برطرفی در مواضع‌های فرمودن سرماها ادامه دارند. ذکر کردن موارد است که در بعض مواضع‌هایی که سرما را تازه کردند ریزش دوباره سرما به خیر گرفته شده برای راهسازان مانعی ایجاد می‌نماید. با همه این نگاه نکرده برای بردن کارهای برطرف‌کنی مؤسسه دولتی اداره خودجوی راههای اتومبیل با مؤسسه در شهر ناحیه فعالیت داشته کارهای برطرف‌کنی را برده ایستادند. الان کمیسیون دولتی برای پروژه معین نمودن حجم ضرر فعالیت نموده ایستاده است. باید بگوییم که حالت فوق‌العاده در روز دوشنبه خروغ مرغاب نیز باقی می‌ماند تا به این لحظه‌ها به سبب آمدن سرما زیاد در قلمرو ناحیه‌های روشن ساختمان بسته می‌باشد. در شهر خروغ استاد دائم عمل کننده شبانه‌روزی رفع حالت‌های فوق‌العاده و پیامدهای آفت طبیعی سازمان داده شده است. همچنین هیئت حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردنی مملکت با سپارش کمیته برای هماهنگسازی و راه‌اندازی عملیات نجات و رفع حالت‌های فوق‌العاده در بدخشان قرار دارد. کارها برای رساندن یاری فوری به خانواده‌های هلاک شده و ضرر دیده همچنین جریان برطرف‌کنی پیامدهای آفت طبیعی زیر نظارت شخصی سرور دولت محترم امام علی رحمان قرار دارد. محمد فوزی سفرما رادیوی تاجیکستان.